بیچاره ناله از ندانستن قانون است یا عامل ترس؟ پاسخ خیلی کوتاه است. از لحظه تولد. چی میگوید کانستیتوسیا؟ جنبه معنویاتی وکالت همین است که پس چرا امروز حقوق بعضی ها پایمال می شود؟ با او مراجعت میکنند، در دایره وکالتش همون کار رو اجرا نمیکنند، جسارت پیدا میکنند در دایره قانونگذاری کشور. پس او باید که مجازات شود. کم حوصلگی و دلسردی بعضی از شهروندان که در حالت‌های مثلا گوناگون. وکالت او تنها مال شخصی او نیست. سلام بیننده ارجمند. انسان از کی صاحب حقوق می شود؟ یک انسان از کدام حقوق ها برخوردار است؟ چرا ما امروز حقوق های خویش را استفاده نمیبریم؟ بیچاره ناله از ندانستن قانون است یا عامل ترس؟ این و دیگر سوال هایی هستند که در ادامه برنامه با حقوق شناس دلشاد ملایف مورد بررسی قرار خواهیم داد. خوش آمدید. چون تاجیکستان دولت صاحب استقلال است و کانستیتوسیای خود را دارد، پس می گفتید که یک فرد از کی مثلا صاحب حقوق می شود؟ منظور این که از کدام سن و سال؟ خب تشکر زیاد. مسئله که در دیباچه قید کردید بسیار مسئله مبرم است، واقعا داغ است و پاسخی به این سوال مشخصی که پیشنهاد کردید پاسخ خیلی کوتاه است. از لحظه تولد. یعنی که یک شخص از لحظه تولد او الکی صاحب حقوق است. اما در جزئیات مشخصی که با کدام نمود فعالیت او میتواند که مشغول باشد در طول حیاتش، این الکی مدت زمانی خود را دارد. شروع می شود از 14 16 و در قسمتی پره صاحب حقوق گشتن و با فعالیت مشخصی حیاتی مشغول شدن. البته این جنبه پره شکل گرفتن یک شخصیت از نقطه نظر قانونگذاری تاجیکستان سن سال 18 سالگی است. اما وقتی که انسان که تولد گشت او الکی صاحب حقوق است. مادامی که در کانستیتوسیا شما ببینید حقوق انسان یعنی ارزش عالی اعتراف شده است، پس چرا امروز حقوق بعضی ها پایمال می شود؟ این از سبب این رو شما در چی میبینید؟ خب در دلخواه جامعه، در دلخواه جامعه سالم، در دلخواه جامعه که فرض کردیم رو به رشد باشد، رو به کمالات باشد، یا اینکه در جامعه که فرض کردیم رشد کرده باشد، مترقی ترین به اصطلاح باشد، اگر خواه نخواه نقصی حق انسان هست. بله. ویرانشوی حقوق انسان هست. در مثلا در خریطه سیاسی جهان در اوج ما گفتن میتونم که یگان دولت مشخصی وجود دارد که در اونجا موزونیت مکمل یا اینکه رعایت بیچون و چرا و کامل ترین حقوق انسان برای ما داشته باشد. در دلخواه دولت هم چیز هست. در دلخواه جامعه سالم وقتی که حیات دینامیک دارد، حیات یک سرعت مشخص دارد و مناسبت‌های جمعیتی در دوره معاصر خیلی تیز تند هستند، خواه و ناخواه ویرانشوی یا که پایمال شوی یا که نقصی حقوق انسان جای دارد. اما در مثلا الگو بودن دولت‌های مترقی از این نقطه نظر در آن است که آنها هم مکانیزم برقرار شویش را خیلی با ثمر براه ماندند و هم مکانیزم تا یک اندازه مجازات شدنی اون سوبیکتی که عامل ویرانشوی حقوق گشته است. یعنی که این خیلی مهم است. در قانونگذاری تاجیکستان همین نکته خیلی واضح درج گردیده است و تمام مکانیزم قانونگذاری نیز همین چیز تقاضا میکند که وقتی که حقوق انسان ویران می شود، پس عاملی که اون حقوق ویران کرد باید که مجازات شود حتما. و در کمی اندر کم در نهایت کار باید که حقوقی ویران شده باید که برقرار شود. اما برقرار شوی حقوقی ویران شده از کی وابسته است؟ البته از مکانیزم های دولتی وابسته است. از یک مقامات و از خودی منصبدار دولتی وابسته است که مجری است. او وکالت دارد و تحت وکالت خود باید که حق انسان رعایت کند. این خیلی مهم است. اما از خود انسان، از خود شهروند نیست خیلی چیزهای زیاده وابستند که خواه نخواه و باید که خودش نیست حق تلاش باشد. بله بله. چون که مثلا بعضی اونی که مکانیزم ها باید که موزون کار کنند، مکمل کار کنند و به همون طلبات های معاصر جهانی پاسخگو باشند، پس باید خود انسان ها نیز با جسارت باشند در حق تلاشی خود. یعنی که حق خود طلب کردن، حق خود مثلا در عرف مثلا مردمی تاجیکستان یک گفته است که حق خود از دهن شیر باید که گرفت. بله. پس بسازد که همه باید که جسارتی حقی خود طلب کردن داشته باشند. چرا امروز مردم از حقوق‌های خویش کم طلب میکنند؟ به معنای دیگر اگر گوییم حقوق‌های خود را امروز استفاده به طور باید شاید نمیبرند. در بسیار موارد عادت‌های شخص شده، یعنی که یک عادت‌های دogmatikی نیز وجود دارند که بسیار وقت ما مثلا از حق خود گذشت میکنیم. بله.
خاطربینی های زیاد داره. این بسیار وای است. از نقطه نظری جوانمردی خوب باشد، از نقطه نظری فرض کردیم مثلا کمالات خوب باشد، از نقطه نظری بعضی از جنبه های نونوشته که در عرف آنان وجود دارند شاید که این یک جنبه خالصانه باشد. اما اگر این از حق خود گذشت کردن زیاد باشد، اگر این از دیگر جانب عکس الحرکت به وجود می آورد. مثلا وقتی که یک شخص از حق خود زیاد گذشت میکند، یک شخص دیگه خواه و ناخواه از آن سوء استفاده میکند. بله. سوء تفاهم صورت میگیرد. یعنی که مسئله در خود شهروندان نیست هست. به همین خاطر ما میگیم که اونا باید جسارتی حق خود طلب کردن باید داشته باشند. قانونگذاری نه تنها اجازه داده است، بلکه مکانیزم هاش واضح نشان داده است. کجا رفتن، به کی مراجعت کردن. و اگر یگان مقامات دولتی، یگان منصبدار دولتی کم حوصلگی کند، دل سردی نشان دهد، یا اینکه به طریق باید شاید همون وکالت های منصبی که مطابق قانونگذاری به او مثلا واگذار شدن اونا اجرا نکند خالصانه، پس او باید که مجازات شود. تا اینکه در نهایت کار شهروند قانع گردد. یعنی که مقامات دولتی باید که به همین خلاصی قطعی رسند که در نهایت کار آنها برای خدمت به مردم هستند. یکی خیلی نکته فوندامنتالی است که یک منصبدار دولتی، یک مقامات دولتی که از حساب اندازه‌سپارنده ها، یعنی که شهروندان مبلغ گذاری می شود، بودجه دولتی از حساب اندازه‌سپارنده ها شکل میگیرد، پس می‌سازد که یک اندازه‌سپارنده حق خود طلب کند که پس مثلا حق این یک چیز سالم است. وقتی که حق ویران می شود، حقوق ویران می شود، برای آرامی جامعه، برای ثبات جامعه، برای رو به کمالات شدن و مترقی شدن این جامعه و حتی در بعضی موارد برای رشد و کمالات مناسبت‌های اقتصادی و خواجگی داری که در بسیار موارد شاید که حق تلاشی مردم با همین جنبه سر و کار داشته باشد. حقوق‌های اقتصادی و خواجگی داری در مجموع فعالیت صاحبکاری در همین جنبه، اگر ما این مسئله ها رو فرض کردیم با اون دری که مثلا اونا مراجعت میکنند، اگر یک چیزی واضح است، یک منصبدار اگر اونا رو با چهره خوش پیشواز گیرد، در دایره وکالت خود، در دایره قانونگذاری حق آنها رو برقرار کند، از این کی ضرر ببیند؟ برعکس ایمیج همون مقامات بلند میشود، شهروند قانع میگردد، در تلاش‌هاش زیاد میشود. بله در سیمای شهروند شما یک تکیهگاه حس خواهید کرد که فرض کردیم او رفت حقش طلب کرد در دوره قانون. و در اینجا یک مسئله مهم است که وقتی که همین مکانیزم ها با ثمر اجرا میشوند و تطبیق میشوند، اعتماد زیادتر میشود. درست است. وقتی مسئله قانونگذاری و مسئله بله اعتماد نسبت سند معیاری حقوق زیاد میشود. این یک مسئله فکر میکنم که تنها یک نظریوی نیست. اگه شما یک مثلا در اینجا دو صحنه است، وقتی که شهروند میرود حق خود طلب میکند، اما از جانب منصبداری مشخص دولتی واکنشی صریح و واکنشی با ثمر صورت نمیگیرد. در این صورت مثلا شهروند چیکار کند؟ خب قانونگذاری میگوید که به مقامات بالایی مراجعت کند. خب یک مسئله در اون است که خب پس این منصبدار باید که مجازات شود. و دیگر مسئله اون است که شهروند هم در اینجا حوصله‌اش پیر می شود. یک مقاماتی که در ابتدایی هست به دادی اون نرسید، پس او حتما باید که به بالا مراجعت کند. مکانیزم های موجودی قانونگذاری رو باید که حتما همش استفاده برده تواند. باز هم میگیم برای این نه تنها الکه جسارت در کار است، برای حوصله در کار است، برای مالیات در کار است. چون که عریضه نوشتن، به حقوق شناس مراجعت کردن، در دوره سرمایه‌داری همش مبلغ است. این مثلا دیگر دوره‌های پیشین نیست که بعضی مسائل ها بدون مالیات صرف شوند. همون وقتی که یک شهروند صرف میکند، اگر وای کم ثمر صرف کند، اگر وای فرض کنیم برای اون که برای به همون مقامات و به همون منصبدار باید که یک روز یا یک ساعت مراجعت کند، یا که همون به طریق الکترونیک کردن در کار است. ما باید که به همین حکومت الکترونی مطلق گذاریم. این بسیار مسئله مهم است. با حکومت الکترونی مطلق که شهروند نوابسته با منصبدار روبرو نشود، چهره گرم یکدیگرش نبینن، اینا هر دوش فاصلوی مراجعت کند، فاصلوی پاسخش در دایره قانونگذاری در دایره مهلت ها گیرد. این البته جنبه تکنولوژی تقاضا دارد. یعنی که ما
ҳамаи кору пайкормон ба он равона бояд гардад ки шаҳрванд камтар бо мансабдор суҳбати рӯёрӯию хоҳишу ба истилоҳи арз дошта бошад. Ҳамаша ба тариқи фосилавӣ ё ин ки ба порталҳои электронӣ сурат гирад ва хизматрасониҳои давлатӣ ба тариқи электронӣ зиёдтар сурат гиранд. Фасод паст мешавад. шаҳрванд масалан ба тариқи симоӣ мансабдорро намебинад, аммо ӯ аз мақомот дар маҷмӯъ метавонад ки қонеъ бошад. Дуруст аст. баъд хизматрасонии электронӣ ҳамин аст ки фарз кардем вақте ки якдигаратро намебинӣ дар маҷмӯъ масалан дар фикри якдигарат нест. Аз нуқтаи назари маънавӣ ин таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки ин хуб аст. Яъне ки ба хотири вай аст. Гуфтед ки чӣ гуна мехоҳед пешрафти ҳам ҷомеа бале аст. бале пешрафт ҳамин тақозо дорад ки агар роҳу василаҳо гуногун аст. Дуруст аст. خب همون گونه که در مورد مثلا کم حوصلگی و دلسردی بعضی از شهروندان که در حالت‌های مثلا گوناگون از تلاش‌های خویش دور می‌شوند امروزها اکثرا یا برخی رو به شک در جامعه می‌بینیم که از ندانستن شاید حقوق‌ها باشد و بیچاره‌نالی رو آوردن. خب من همین بیچاره‌نالی از ندانستن حقوق ایشان است و یا عادت بعضی‌ها بیچاره‌نالی کردن در صورت‌های گوناگون پیدا می‌شود. این البته مسئله روانشناسی است که فرض کردیم وقتی که وای با درهای مشخص زیادتر مراجعت می‌کند و به دادش نمی‌رسند خواه‌ناخواه در یک انسان سالم همین حسیات بیچاره‌نالی پیدا می‌شود. چون وقتی که دست هیچ کس نمی‌گیرد، وقتی که برعکس توی به این نوبت نمی‌گیرند، این یک آدمی سالم البته که خواه‌ناخواه به همین چیز رو می‌بیارد. یعنی که وای از همین نالیش هاش زیاد میشد و این نالیش ها باید شکایت هاش زیاد میشود. بله عرض شکایت ها و از همون مثلا گیله‌مندی هاش زیاد میشد. به خاطر چی؟ انا کو تصور کنید وقتی که وای لحظه اول مراجعت اگر وقت قانع میشد به طریق سیستماتیکی بیچاره‌نالی شکل نمیگرفت. بله. یعنی که خیلی مهم است لحظه اول مثل محبت اول. درست. خیلی مهم است وقتی که تو مراجعت میکنی باید که مقامات ابتدایی همین مسئله رو راه حلش جستجو کنند یابند. قبض به قبض مسئله های شهروندای جمع کرده در همون یشیک های جامدان های خود نگذارند. اون مسئله ها خود از خود حل نمیشوند. مسئله باید که حل شود. مثلا بسیاریشان میگن که وقت تبابت میکند یا اینکه اون مسئله ما اگر به نوبت نگیریم هم اون گویا که حل میشود. اینطور نیست. مسئله باید که واکنش شود. مسئله باید که روی حلش جستجو شود. چون که یک مسئله شهروند این سیگنال اجتماعی است. سیگنال اجتماعی که وقتی که اومد تا او را حل نکنی و از بین نخواهد رفت. به همین خاطر خالیگاه پیدا نخواهد شد. برعکس خالیگاهی واکنشی پیدا می شود که این باز هم به همون چیزی که فرمودید به بیچاره‌نالی آورده میرسوند، به ترس آورده میرسوند. فرض کردیم شاید که برای بعضی منصبدارا همین چیز رایج باشد که یک شهروند میترسونند. ولی خب در مورد ترس گفتید همین ترس نیست عامل اساسی شده میتواند که شخص از حقوق‌های خویش مثلا دفاع تلاش نکند برای حقوق‌های خویش؟ بدون شک میتواند. بدون شک یک ترس باز میگیم که این یک حسی خودمحافظه کنی یک شخص است. ترس از نقطه نظری روانی این حسیات خودمحافظه کنی یک شخص است و برای چه وادار شده است که برای خودش محافظت کند گرچنده او را باید ما محافظت کنیم. باید وای محافظت شود نه اینکه وای خودش محافظت کند. و در نهایت کار خدمت دولتی این خدمت به مردم است. این خدمات بهر مردم است. این سازمان دادن شرایط شایسته شرایط ارزنده برای مردم است. اما این یک چیز عمومی است. اما چیزی مشخص شما فرمودید که ترس فرض کردیم یک بار مراجعت کند اگر وقتی که با لحن تند به او جواب میکنه اون نه تنها بی حوصله میشود در وجود او ترس پیدا میشود. یا که میگه که خب دیگر مراجعت نکن که من توی به مقامات میسپارم. خب و برای حق خودش حق تلاشی آمده است. با اون با در یک جبر دیگر با یک جبر دیگه بالای باید ملزم کنیم. این سالم نیست این کار. برعکس مسئله شهروند حل نشده میموند. دلش سرد میشود. مراجعت نمیکند. سوء استفاده از حقوق و از وظیفه زیادتر میشود و آنهایی که بهر حل این مسئله باید که ایستاده باشند کاری نمیکنند یا اینکه میکنند اما بی ثمر یا اینکه میکنند تنها در حالت کورپسیونی یا اینکه میکنند
اگر وجدان داشته باشند. مثلا یک خدمتچی دولتی با وجدان، یک خدمتچی دولتی که دلش به ملتش میسوزد، یگان وقت شهروند دل سرد یا که به بیچاره‌ها نمیکند، ترسو نخواهد کرد، چون که در مجموع ملت باید که با جسارت باشد. آیا یگام نمود برنامه هست که از حقوق و منفیت‌های شخص حمایت کند؟ خب تشکر زیاد. برنامه اساسی این کانستیتوسیون کشور است. اگر ما همین سند معیاری حقوقی که ارزش والاترین دارد من حیث یک برنامه هر روزی کاری قبول کنیم، مثلا کمتر در فکر اون باشیم که خب ما فلان سند قبول کنیم تا اینکه فلان معیاری کانستیتوسیون رو تطبیق کنیم. کانستیتوسیون کم نیاز دارد به قبول کردن سند معیاری حقوقی. کانستیتوسیون باید که مستقیما اجرا شود. حتی اگر سند نباشد، کانستیتوسیون باید که اجرا شود. ما دیدگاهمون با کانستیتوسیون باید که نه با یک حجتی تقدیرسازی سیاسی، بلکه همچون با یک قانون باید باشد. قانون چی تقاضا دارد؟ باید که اجرا شود. بدون شک، بدون استثناء باید که اجرا شود. کانستیتوسیون باید که اجرا شود. همه مقرراتش که اینو سنجیده شدن، تحلیل شدن، تجربه پیشرفته جهانی انعکاس یافته است. دهها عالمان متخصصین در تاجیکستان در بیرون با حقوق خود دادگیان با کانستیتوسیون باید که او اجرا شود. محک و ماهیت و معیاری خیلی مهم است. معیاری کانستیتوسیون باید که مستقیما اجرا شود. مثلا یک منصبدار خودش رو سفید نکند که خب برای عملی کردن یا که تطبیق کردن فلان معیاری کانستیتوسیون ما باید که قانون قبول کنیم. نه خیر، مستقیما اجرا باید کنیم. قانون نیست، این مشکلی قانون است. کانستیتوسیون چیزی که تقاضا میکند من حیث یک برنامه عمومی ملی حقوقی او باید که تقاضای کانستیتوسیون باید که برآورده شود. چون که اگر ما مثلا نگاه کردیم که فلان سند قبول شد بعد ما کانستیتوسیون رو در فلان معیارش بعد اجرا میکنیم یا که جهتی تطبیق کانستیتوسیون ما کدام سندی باید که اجرا کنیم، این دیدگاه غلط است. دیدگاه کاملا غلط است. کانستیتوسیون مستقیما باید که اجرا شود از جانب مقامات سودی، مقامات اجراییه، مقامات خودی اداره کنی شهر و دهات باید مستقیما اجرا شود. وابسته به هم باز میگیم وابسته به متن و روحیه‌ای که کانستیتوسیون در خود انعکاس کرده است. در اینجا ذکر کردیم که مثلا ترس است، هراس است، یا که بعضی خنک نظری از جانب این و آن است، یا که مثلا بعضی بی‌حوصلگی است. اگر همه این رو یک طرف گذاریم، آیا ندانستن عادی‌ترین حقوق انسان عامل چنین برخوردها برای خودش می شود؟ و من دیگر اینکه شخص باید این حقوق رو از کجا، از مکتب، از باغچه، از خانه، از دانشگاه، از کجا باید حقوقهای خیش رو داند و فهمد و آموزد تا داند که در جامعه یک شخص کامل حقوق است و از فلان مثلا حقوقها برخوردار است. حقوق اگر دانی هم اگر تطبیقش مشکل باشه، در این صورت ما باید که چیکار کنیم؟ با مکانیزم ها باید که آشنایی پیدا کنیم. چیزی که فرمودید باید که دستورالعمل ها شود، براشورکه ها به اصطلاح سازمان داده شود، بوکلت ها شود، یا اینکه در وسایل اخباری عامه زیادتر دربارش صحبت کنیم، اما صحبت های ابسترکتی نه. ما باید پرده پوشانه صحبت نکنیم در مسئله حفظ حقوق انسان. بله، نگوییم که به فلانی معقول نیست. حقوق میتواند که به بعضی معقول باشد، به بعضی معقول نباشد، اما او حقوق است، او قانون است. اگر ما حقوق و قانون از نقطه نظر معقول بودن و معقول نبودن انتخاباً تطبیق کنیم اگر پس اون ناقص است. سیستم حقوقی در مجموع میتواند که ناقص باشد و شود. ما نباید که با دستای خود همین کار انجام دهیم. بودن آموزگاران صاحب تجربه و صاحب تخصص میتواند در ضمیر همون نسل نورست، جوان یا خواننده مکتب یک حق تلاشی را از نگاه حقوقی بیدار کرده تواند. همین خیلی است. بله، بدون شک. از همون لحظه این شروع می شود، از همون لحظه هایی که فرض کنیم همین جنین دانش‌های حقوقی در همون مکتب شروع می شود. و البته باید که برنامه‌های تخصصی در وسایل اخباری زیاد باشن، با اصطلاح جالب باشن، خشک نباشن، جالبیت، چون که با اصطلاح بازارگیر باشن. بله. مردم همون تقاضا کنند. بله. تنها به خاطر فرض کردیم مسئولیت ژورنالیستی اجرا کردن و تنها به خاطر همون کسب اجرا کردن و پخش یک برنامه نباید که صورت گیرد. جالب باشد، بازارگیر باشد، بدرخور باشد. خیلی مهم است. دیگر مسئله اون است که وقتی که ما هممون از حقوق برخورداریم، حقوق خود میدونیم، الفبای حقوق خود پوره از خود کردیم، اما
تطبیقش دیگر از ما وابسته نیست. تطبیقش از آنهایی که وکالت دارند از آنها وابسته است. بله. از آنها وجدان طلب کرده می شود، از آنها مسئولیت طلب کرده می شود، از آنها قرض منصبی آنها طلب کرده می شود که باید که اجرا کنند. خب وقتی که اجرا کرده می توانند خوب است، وقتی که اجرا کرده نمی توانند آنها باید که سری اون اندیشه کنند که تا کدام اندازه بودن آنها برای مردم ضرور است. چون یک منصبدار از سطح جماعت سر کرده تا سطح دیگر باید که همین درک کند که اگر برای خدمت به مردم باشد، اگر تو برای خدمت برای خودت باشد و همین منصبت برای خودت خدمت کند، پس را با صاحبکاری مشغول شو، با رسامی مشغول شو، با به اصطلاح آهنگسازی مشغول شو که غریزه های تو را برآورده کند. اما وقتی که یک شخص دیده و دانسته به خدمت دولتی می رود، صاحب منصب دولتی است و باید که داند که باید دیگه از افکار عامه وابسته است. بله. او برای خدمت کمر خدمت بستن به مردم وکالتناک شده است. وکالت او تنها مال شخصی او نیست، وکالت او بهر خدمت کردن به مردم است. به همون اندازه سپارنده، به همون انسان هایی که ما در معرکه با آنها روبرو میشویم، در چاربینی ها با آنها روبرو میشویم، تکیهگاه ما هستند. یعنی که این فراست طلب میکند، این فرهنگ طلب میکند که یک مثلا آنهایی که با تطبیق کردن حقوق انسان سرکار دارند باید که با فراست باشند. بله. و این زیاد داده نشوند که خب من امروز این وکالت دارم و خودم مثلا خودم میدانم وکالت خودم. وکالت مدت زمان است. ایمیجی تو در جامعه چگونه خواهد بود؟ چه خدمت به این جامعه کردی؟ اگر جنبه معنویاتی وکالت همین است که یک بهبودی برای جامعه آوردن است، برای همشهری خودت، برای هم‌ملت‌های خودت، چون که همین رسالت در تو است. تو همین گرفتی و برای این معاش میگیری. مردم از تو انتظاری دارند. انتظارشون چی است؟ انتظارش خیلی ساده است. از تو مثلا کوه زده تلخان کردن هیچ کس تقاضا ندارد. تو تنها همون مسئولیتایی که در دستور عملی تو همچون خدمتچی دولتی آمده است همون اجرا کن. درست است. اگر طلبات شهروند مثلا غیر قانونی باشد، اگر این خیلی ساده است که رد کرده بشه. اما وقتی که طلبات شهروند قانونی است، واکنش باید صورت گیرد، راه حل صورت گیرد و در نهایت کار هم مسئله از بند برداشته شود. بازم میگیم این زمینه ثبات، آرامی و اعتماد در جامعه شهروندی کشور است. امیدوار هستیم که در این چند لحظه که بیننده ها ما رو تماشا کردن این بعد جسارت پیدا میکنند در دایره قانونگذاری کشور برای تلاش منفعت های خود، برای تلاش حقوق های خود قدم میگذارند و تشکر میکنم از شما برای چند لحظه برای صحبت. بینندگان ارجمند یادآور میشیم که در صحبت ما بودند دلشاد مولایوف، نامزد علم‌های حقوق شناسی که صحبت ما نیز بود راجع به حقوق و آزادی‌های انسان در دایره کنستیتوسیون کشور. اینجا برنامه ما به آخر میرسد. تا برنامه دیگر خوب و خوش میمانید.